شما دو نفر بهترین هدیه‌ای بودین که خدا به نسل ما داد. یکیشون 40 سالشه، اون یکیشون داره 40 سالش میشه. جفتشون هنوزم که هنوزه ستاره بیچون و چرای تیماشونن. میخوای بگی تیمای باشگاهیشون خوب نیست؟ اونا حتی توی تیم ملیشون هم هنوز میدرخشن و بی‌نظیرن. کریستیانو به یاد 8 سال پیش هنوزم که هنوزه داره گل قیچی برگردون میزنه و انگار این وسط هیچی تکون نخورده. لیونل مسی هم به یاد آنکارا مسی از وسط زمین دریبل میکنه و انگار نه انگار اونایی که جلوشن مدافعای حرفه‌ای فوتبالن و در نهایت توپو به تور دروازه میچسبونه. اما نکته فقط این نیست که اونا پیر نشدن، اونا یه میراث ساختن. نسل ما با گل زدن این دو نفر میرفت مدرسه، با دریبلاشون بزرگ شد و با کلکل اینکه کدومشون بهتره داره پیر میشه. ما هر هفته منتظر این بودیم که ببینیم این هفته کدومشون قراره دنیا رو با گلی که میزنن منفجر کنن. معنیش اینه که این دو نفر فقط بازیکن نبودن، بلکه روتین زندگی بودن. راستش نسل بعدی شاید خوب باشه، شاید استعداد داشته باشن، اما توی هیچ دوربینی، توی هیچ تورنمنتی، توی هیچ هایلایتی دیگه رونالدو و مسی تکرار نخواهند شد. شما دو نفر کسایی بودین که باعث شدین ما عاشق فوتبال بشیم. پس تا دنیا دنیاست و زمین سبز فوتبال وجود داره، اسم شما هک شده. اگه این محتوا رو دوست داشتی، فکر کنم پیجم به دردت بخوره. خیلی مخلصیم.